بیا اینجا. آقا نگاه گوشه اینا بریده است. من یه چیزی بگم، دیروز داشتم قرآن میخوندم، بعد یک جای یک معنی دیدم خیلی جالب بود برام. یه جا خدا به شیطان میگه که تو رو آزاد میذارم تا هر کاری میخوای بکنی با انسانو. شیطانم میگه که من بعضی از اینا رو به عنوان سهم خودم میگیرم و انسانها رو وادار به انجام اعمال خرافه‌ای چون بریدن گوش چهارپایان میکنم. من اینو که خوندم فکر میکنم از قدیم تا الان به هر کی میگی گوشا اینا رو نبر، میگه نمیدونم میخواد با گرگ دعوا کنه، نمیدونم گرگ گوشاشونو میگیره اینا. من فکر میکنم این جزء همون اعمال خرافیه که میگن. اگرم میگی که اینا جزء چهارپایان نیستن، جای دیگه تو قرآن خیلی قشنگ میگه که من موجوداتی رو خلق کردم که بعضی روی 2 پا، بعضی روی 4 پا و بعضی بر روی شکم میخزن. نکنیم اینا جزء همون چهارپایانن، گوشاشون هم الکی میبرین، اذیت میشه حیوان. تازه بعدش هم خدا خیلی قشنگ بهش میگه اگه انسان ها این کار رو کردن جایگاهشون اعماق جهنمه. نکنین. ممنون.